کشتی ایرانیتی که در داخل ترسلوک نفوذ کرده سوراخ شده است. ما این سوراخ شدگی این کشتی را از فرار از جیغ و داد موش‌هایی که از طبقه زیرین آن بیرون میپرند احساس میکنیم. در اولین برخورد مسلم است که موش‌ها فرار میکنند. حقیقت این است که آذربایجانچılık و ترکچılık ربطی به اصلاحات و فراکسیون و این چیزها ندارد و دوستانی که مصرند بر اینکه خواسته های مردم آذربایجان را، خواسته های این ملت را از طریق ایرانیت دنبال کنند در اشتباهند. ما این را نقد میکنیم، نقد کردیم و نقد هم خواهیم کرد. روحانی ربطی به جریان ما ندارد. روحانی ربطی به جنبش، به حرکت ملی ما ندارد. نه اصلاحات، نه اصولگرایان، نه این سیستم اطلاعاتی، نه داشته های آنها ربطی به ما ندارند. در پیچ و تاب این جریانات، این تنش‌ها، کسانی که طرفدار روحانی، طرفدار ایرانیت موجودند و کسانی که طرفدار ترکچılık و آذربایجانچılık‌اند، خب شکاف را احساس می‌کنند. ما این حرکت را می‌بینیم که پوست می‌اندازد. این حرکت از سنت، از کسانی که سعی می‌کنند نسل جوان را در دایره سنت، در دایره شعارجری، در دایره احساسات کاذب نگه دارند، ما حس می‌کنیم که این افراد را نسل جوان، نسل نو رد می‌کنند و از این طریق است که پوست می‌اندازد. این نسل داده ها و آموزش ها و تربیت خیش را دارد. یعنی از متون، از مبانی آذربایجانچılık و ترکچılık ریشه میگیرد و میبینیم که این نسل بی تربیت نیست. بی تربیتی از دایره اطلاعاتی و ایرانچılık سرچشمه میگیرد و من خودم به این نسل که افتخار من این است سخنگوی آن باشم ارادت دارم و توصیه می کنم که درگیر کینه، نفرت، فحاشی ها، تخریب ها و اهانت های این زنجیره اطلاعاتی نباشند، چون حرکت ما حرکتی اندیشه ورز است، حرکتی که هدفمند به ارزش ها و اندیشه ها می اندیشد و می پردازد و آنها از این می ترسند، از این می هراسند که این اندیشه ورزی نسل نو آنها را به حاشیه براند. شیوه ما در این مبارزه شیوهی بغایت تفکرآمیز، اندیشه ورز و منطقی است. هر چقدر داده های اطلاعاتی، داده های تخریبی، انحرافی اطلاعاتی و زنجیره های آن در سرکوب رمانتیسم این حرکت تشدید یابد، منطق ما، شیوه اصلاحی اندیشه ورزی ما نیز تشدید خواهد یافت.
توضیح بعضی مسائل هم ضروری میدانم. بنده علیرغم تخریباتی که برده می شود، گفته می شود، اکانت های من در شبکه های مجازی مشخص است. این روزها هجوم آوردند با فحاشی ها به اینستاگرام و فیسبوک و دیگر صفحات بنده در دنیای مجازی، و بنده اینجا اعلام می کنم هیچ گونه اکانتی با هیچ نام جعلی و ساختگی ندارم، چون به راحتی می توانم سخنانم را رو در رو بگویم. از اطلاعات و بازوهای آن ترسی ندارم. عاشق این حرکتم و آنها عاشق شدگی این جریان را که خطرناک برای آنهاست میکوبند. عاشق شدگی نسل جدید، رمانتیزم نسل جدید که من اعتقاد دارم این رمانتیزم باید افزایش بیابد. مثلا ما وقتی می توانیم اسم آذربایجان را بر پیشانی بنویسیم، نام آذربایجان، نام تبریز، اورمو، اردبیل را بر پیراهن بنویسیم و آنها را نشان دهیم، این نوعی عاشق شدگی ما را نشان می دهد. اینها عاشق شدگی است. وقتی فریاد می زند هارای هارای من ترکم، این عاشق شدگی جریان است، این عاشق شدگی حرکت ماست. این رمانتیزم را میخواهند بکوبند و ما اجازه نخواهیم داد. دشمنان ما این همه هزینه میکنند برای کوبیدن رمانتیزم این حرکت و ما جوانان این نسل جدید هزینه مالی و جانی میکند برای زنده نگه داشتن این رمانتیزم. در پیچ و تاب این فحاشی ها و تخریب جری های زنجیره اطلاعاتی یک جریانی سالم، یک گفتمانی زیبا ظهور کرده است. خب این گفتمان زیبا، این جریان سالم، این جریان اندیشه ورز سعی می کند بیخیال گفتمان انحرافی و تخریبی زنجیره های اطلاعاتی خود را، مبانی خود را و حتی مکتب خود را تعریف کند. از این به بعد در حرکت ملی آذربایجان یک مکتبی جدید شکل میگیرد و گرفته است. این شکلگیری از تقابل زنجیره های اطلاعاتی و گفتمان تخریبی آنها و گفتمان اندیشه ورز نسل جدید به وجود آمده است. کسانی که با جان و دل برای این حرکت میکوشند برای ما قابل احترامند. ذکر یک نکته لازم و ضروری است. اطلاعات و بازوهای داخلی و خارجی آن از تفاوت نسل سنتی حرکت ملی آذربایجان با نسل مدرن آن سوء استفاده کرده و چنین وانمود می کند که این تفاوت نیست بلکه اختلاف است. من و عاشق هر دو سوی، یعنی هر دو بازوی حرکت ملی آذربایجان هستم، هم بازوی سنتی و هم بازوی مدرن آن. سعی می کند که گفتمان حرکت ملی را تقویت کند. اطلاعات و بازوهای داخلی و خارجی آن سعی می کنند با اختلاف انداختن بین این دو شکل از حرکت آنها را به جان هم بیندازند و حتی سعی می کنند جوری عمل کنند که انگار اینها دشمن یکدیگر هستند و چنین نشان می دهند تخریبگرها، تخریب‌های موجود نیز دارد این شیوه را، این سبک را دنبال می کند. البته که بزرگان
هر دو سو بزرگان این حرکت آگاهند به این مسائل. بزرگان ما این حرکت این مسائل را تحلیل و آنالیز می کنند و واقف بر این موضوع هستند. بنابراین اطلاعاتی ها، اصلاح طلب ها و آنهایی که دنبال ایرانیت موجودند نخواهند توانست در این زمینه خاص زمین بازی پهن کنند و اعتقاد من این است که آنها نخواهند توانست گاهی پشت بازوی سنتی و گاهی پشت بازوی مدرن مخفی شده و به تخریب ها و اهانت ها و توهین ها و انحراف ها ادامه دهند، زیرا که ما داریم دوران عاشق شدگی حرکت را با عاقلانگی آن طی می‌کنیم. به عزیزانی که عاشقانه و بی ادعا دارند عاشق شدگی حرکت ملی آذربایجان را به نمایش می‌گذارند احترام می‌گذارم، دستشان را می‌بوسم و این کوچکترین که خاک پای آنها و وطن و زبان و آزادگی است، همیشه در ادای احترام به آنها کوچکترین شک و تردیدی نخواهد کرد و من پیوسته از آنها و عشق آنها و سودای آنها خواهم نوشت و تا جان در بدن دارم عظمت و اقتدار و بزرگی هم فعالین سنتی و هم فعالین مدرن را به تصویر خواهم کشید و با اراده و عزت آنها عاشقانگی خواهم کرد. باقی بقایتان.